سلام دوستان، بریم کارهای بررسی کنیم که امروز چند تا کار به کارها اضافه شده. این کارهایی که کارهای دیروزیه توسون کارهای امروزی سانتافا اسپورتج و در خدمت جینسیس کار کولری داره که تعویض کمپرسور کولره که عرض خدمت قطعاتش رسیده. این هم از کمپرسور کولر. بعد عرض خدمت شما این هم توزن مایع توزن که برای شستشو فرستادن که باید خود کمپرسور تعویض بشه. این خود جنسیس. ماشین بعدی سانتافا است که برای تعویض لنت‌های عقب و جلو عرض خدمت تعویض روغن گیر بوکس و همچنین اسپورتج برای تعویض اول پمپ و تعویض یاتاقانا که طبق روال همیشه از این موتورها داریم برای تعویض اول پمپ. اینا ماشین بعدی هم که کاراشون رو انجام دادیم که تستای لازم انجام بدیم که کارها به نوع اصلا تحویل مشتری بدیم با رضایت کامل. با تشکر از دوستان.